به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و شیرین شروع میکنیم. خطاب به عشق، نامه‌های عاشقانه آلبر کامو و ماریا کاسیاس، نویسنده کاترین کامو، مترجم زهرا خانلو و انتشارات نشر نو در سال 1398 در تهران این کتاب رو چاپ کرده. مقدمه مترجم خیلی طولانی هستش. من چند خطی رو میخونم و سپس کتاب رو با هم ورق میزنیم. لطفاً با من همراه باشید. عزیزم، خوشبختانه امشب که برگشتم هر دو نامه‌ات را دریافت کردم. نامه 31 ماه پیش و نامه 1 ژانویه را. در قلبم حرارتی ایجاد شد تا امروز مثل یک تبعیدی دور از جهان مانده بودم. ماریا کاسارس به آلبر کامو، 3 ژانویه 1949. چه اضطراب‌ها و دلهره‌ها که نکشیدند اهالی سده 20 و چقدر قلبشان به تپش نیفتاد تا نامه‌هایشان به مقصد برسد. اضطرابی که شاید نسل جدید در جهانی عجین شده با سرعت و سهولت ارتباط با آن بیگانه باشد. امروز نامه‌نگاری دیگر راهی دنیای فانتزی‌ها و تخیلات شیرین شده است و جایی در جهان موازی و جهان واقعی ندارد. کاغذهایی حامل دستخط دوست با گوینده جزئی ترین رفتارها و احساسات و خصلت‌های نویسنده، جوهری که قدم قدم بر سفیدی می رود تا خبر برساند و خط و خبری بگیرد. ریسمانی تنیده از حافظه گیاهی که این کران و آن کران تاریخ چندین هزار ساله انسان متمدن را به هم پیوند می‌زند. این هاست که نامه را به شیئی عزیز بدل می‌کند، به چیزی فراتر از شیئی تزئینی و موضعی، به جانداری سخنگو که تعلیم سخن گفتن می‌کند، جانداری به دیرینه سالی خط. در این میانه نامه‌های شخصیت‌های ادبی دوچندان مهم است. خب با هم نوشته‌ای رو در مورد آلبر کامو و ماریا کاسارس شروع می‌کنم به خواندن که بیشتر باهاشون آشنا بشیم. زمان ماست که عاشق شویم و عشق را آنچنان نیرومند و مستدام بخواهیم که از فراز همه چیز عبور کنیم. روزی خواهد رسید که با وجود تمام رنج‌ها سبکبال و سرخوش و صادق خواهیم بود. نامه آلبر کامو به ماریا، 26 ژانویه 1950. ماریا و آلبر کامو اولین بار 6 جون سال 1944 در پاریس همزمان با روز پیاده شدن نیروهای متفقین در ساحل نورماندی روز شروع عملیات ملاقات کردند. ماریا 21 ساله بود و آلبر 30 ساله. ماریا متولد شهر لاکورنیای اسپانیا بود، اما در 14 سالگی به پاریس آمده بود. در سال 1936 مثل بیشتر جمهوری‌خواهان اسپانیایی، پدرش سانتیاگو کاسارس کیروگا چندین بار در جمهوری دوم اسپانیا وزیر و رئیس دولت بود. وقتی فرانکو حکومت را به دست گرفت، او به اجبار تبعید شد. بعدها ماریا گفته است که در نوامبر 1942 در تئاتر ماتورن به دنیا آمده است. آلبر کامو که آن زمان به علت اشغال فرانسه به دست ارتش آلمان از همسرش فرانسین فور جدا مانده بود، به عضویت نهضت مقاومت درآمد. او از طرف جد مادریش اسپانیایی بود. مسلول مثل سانتیاگو کاسارس کیروگا و مثل او در تبعید از سرزمین مادریش الجزایر. در
اکتبر 1944 وقتی فرانسین فور موفق می شود سرانجام به همسرش بپیوندد، ماریا و آلبر از هم جدا می شوند. اما 6 جون 1948 در بولوار سن ژرمن به هم برمیخورند، همدیگر را باز می‌یابند و دیگر از هم جدا نمی‌شوند. این نامه‌نگاری بی‌وقفه به مدت 12 سال سرشت حقیقی عشق مقاومت شکن آنها را به خوبی نشان می‌دهد. ما همدیگر را اتفاقی دیدیم، همدیگر را باز شناختیم، تسلیم هم شدیم. عشقی آتشین از بلور ناب ساختیم. آیا به خوشبختیمان و آنچه نصیب ما شده حواست هست؟ ماریا، 4 ژون 1950. چنین روشن که ماییم، چنین آگاه، به درک همه چیز توانا و در نتیجه قادر به استیلا بر همه چیز. چنان قوی که بی فریب زندگی کنیم. چنین وابسته به هم با پیوندهای زمینی، ذهنی، قلبی، جسمی، به یقین هیچ چیز غافلگیرمان نمی کند و هیچ چیز ما را از هم جدا نمی کند. آلبر، 23 فوریه 1950. در ژانویه 1960 مرگ آنها را از هم جدا می کند، در حالی که 12 سال با هم زیسته بودند. برون از پرده، هر یک در برابر دیگری، همبسته، شیفته، بیشتر اوقات دور از هم، بسیار پرروحیه، هر روز و هر ساعت با هم، در حقیقتی که کمتر کسی تاب تحملش را دارد. نامه‌های ماریا زندگی هنرپیشه‌ای بسیار بزرگ را برملا می‌کند. تمام جسارت‌هایش را، ضعف‌هایش را، برنامه کاری دیوانه کننده‌اش را، ضبط برنامه‌های رادیویی، تمرین‌ها، نمایش‌ها و حاشیه‌هایشان و فیلمبرداری‌ها را. این نامه‌ها زندگی بازیگران کمدی فرانسه و تئاتر ملی فرانسه را نیز آشکار می‌کند. ماریا با میشل بوکه، ژورژ فیلیپ، مارسل اران، سرژ رژیانی و ژان ویلار بازی کرده و همه را دوست دارد. از آنجا که اصل و نسب ماریا به گالیس می‌رسیده، اقیانوس را در خود داشته است. مانند آن موج می‌زند، در هم می‌شکند، در خود جمع می‌شود و دوباره با شور حیرت آوری از نو می‌آغازد. او خوشبختی و بدبختی را با شدت یکسان زندگی می‌کند، تمام و کمال، و تا ژرفنا تسلیم آن می‌شود. این روش زندگی در املای کلماتش هم پیداست که ما برای خوانا شدن متن آن را تصحیح کرده‌ایم. نامه‌های آلبر کامو موجزتر است، اما ترجمان همان عشق به زندگی، شیفتگیش به تئاتر، توجه همیشگیش به بازیگران و حساسیت آنهاست. او در این نامه‌ها موضوعاتی را مطرح می‌کند که برایش عزیز است، مثل حرفه نویسندگیش، تردیدهایش و سهمناکی کار نوشتن توامان با بیماری سل. او با ماریا درباره آنچه می‌نویسد صحبت می‌کند. پیشگفتار، پشت و رو، عصیانگر، وقایع‌نگاری‌ها، تبعید و سلطنت، سقوط، آدم اول. او هرگز خود را در خور احساس نمی‌کند. ماریا خستگی ناپذیرانه به او اطمینان می‌بخشد، به او باور دارد، به آثارش نه کورکورانه، بلکه به عنوان یک زن می‌داند که آفرینش از هر چیزی قوی‌تر است و او بلد است این را با یقین و ایمان حقیقی بگوید. کامو در 23 فوریه 1950 برای او می‌نویسد: هیچ کدام از ما دیگر در کار و زندگی و غیره تنها نیست. هر کدام از ما کسی را دارد که فقط با او معنای همراهی را درک می‌کند و این تا آخر محقق بود. چطور این 2 نفر توانستند این همه سال را زیر فشاری طاقت سوز تاب بیاورند؟ فشاری که وقتی به آدم وارد می شود، زندگی آزادانه‌اش به خاطر ملاحظه دیگران محدود می شود. زندگی که در آن باید پیش رفتن را آموخت، راه رفتن بر طنابی تنیده از عشقی عاری از هر غرور، بی ترک کردن هم، بی شک کردن به هم،
با توقع صداقتی دو طرفه. جواب این پرسش در این نامه‌نگاری نهفته است. پدرم در 14 فوریه 1960 فوت کرده است. در اوت 1959 به نظر می رسد که آنها توانستند بر این طناب بدون لغزش و تا انتها پیش بروند. ماریا برای او می نویسد: به نظرم بد نباشد که نگاهی به آشفتگی ناجور ذهنم بیاندازم. این غمگینم می کند که هرگز فراغت و فراست و اراده محکمی را که برای سر و سامان دادن به درونم لازم است نیابم. این فکر آزارم می دهد که همانطور که لاعلاج به دنیا آمدم ناتمام از دنیا بروم. کامو به او پاسخ می دهد: به جز ناتمام باید در ابهام وجود خیش مرد، از هم گسیخته، اما شاید همانطور که مرگ یگانگی محقق شده است، شناخت تزلزل ناپذیر حقیقت هم باشد و برای لمس قلب مرگ باید این راز، این ابهام وجود، این نهیب همیشگی، این جنگ با خود و با دیگران وجود داشته باشد. پس کافی است بشناسیمش و این راز و تضاد را در سکوت به ستایش بنشینیم. فقط با یک شرط: دست از مبارزه و کندوکاو نکشیم. سپاس از هر دو آنها. نامه‌هایشان باعث می شود جهان جایی بزرگتر و نورانی‌تر شود و هوا سبکتر باشد، فقط به خاطر بودن آنها. محض نشکستن عهد و وفا، چیزی که پدرم به من آموخت، اینجا از دوستم بئاتریس بیان قدردانی می کنم که کاری مقدس را به انجام رساند. او بود که نامه ها را پاک نویس کرد و بر آنها تاریخ گذاشت و روزها و روزها این نامه نگاری را مرتب کرد. ملاحظه و دقت و ظرافتی به کار برد که تنها از قلب بخشنده و مهربان او برمی آید. کاترین کامو، دختر آلبر کامو. عشق. ماریا، جهان را فتح نمی کند، اما خودش را چرا؟ تو خوب می دانی، تو که قلبت چنین سزاوار ستایش است، که ما خوف‌انگیزترین دشمنان خودمان هستیم. نامه اول. آلبر کامو به ماریا. جون 1944. ماریای عزیز، ساعت 6:30 در دفتر مجله نو فرانسه با ویراستار مونتکارلو قرار دارم. از آنجا مطمئناً به سیرانو خواهیم رفت که در تقاطع خیابان بک و بولوار سن ژرمن است. تا ساعت 7:30 غروب آنجا منتظرت خواهم بود. ساعت 7:30 در فرگات خواهم بود، در تقاطع خیابان بک و اسکله، که آنجا مارسل و ژان منتظرم هستند و بالاخره ساعت 8 شب قراری دست جمعی داریم در تقاطع خیابان بون و اسکله در ولتر که خیال میکنم از آن با خبری. ببخش که خیلی نمیتوانم منتظرت بماند. میبوسمت. نامه دوم. آلبر کامو به ماریا. ساعت 14 ژون 1944. ماریای عزیزکم، تلفن که میزدم به خانه‌ات امیدوار بودم ببینمت، اما دیگر فرصتش را ندارم. این نامه را بین دو قرار برایت میفرستم. البته منظور خاصی ندارم، اما حدس میزنم امشب که برمیگردی پیدایش میکنی و آن وقت به من فکر میکنی. من خسته‌ام، به تو احتیاج دارم، اما با اینکه قبول دارم که نمیتوانیم به هم دیگر از این حرفا بزنیم، باید کنار من میبودی. شب بخیر عزیزم، زیاد بخواب، خیلی زیاد به من فکر کن. تا فردا میبوسم. 3. آلبر به ماریا. ساعت 10 شب پنجشنبه ژون 1944. همین الان تقدیم نامت را خواندم. عزیزم، الان چیزی دارد در وجودم میلرزد. بی خود به خودم میگویم آدم‌ها وقتی در یک حال و هوایی هستند از این چیزها مینویسند، بی اینکه سراپا چنین احساسی داشته باشند. ولی در عین حال به خودم میگویم که تو حرفهایی را که احساس نکرده باشی نمینویسی. من چقدر خوشبختم ماریا. آیا ممکن است آنچه در وجودم پر میزند از جنس شادی دلدادگی است، اما در عین حال تلخی رفتنت را میچشم. غم چشمهایت را وقت ودا،
واقعیت این است که طعم با تو بودن طعمی است بین اضطراب و خوشبختی. اما اگر همانطور که نوشته دوستم داری، باید چیز دیگری به دست بیاوریم. زمان ماست که عاشق شویم و عشق را آنچنان نیرومند و مستدام بخواهیم تا از فراز همه چیز عبور کنیم. من این نگاه روشنی را که به آن تظاهر می کردی دوست ندارم. آدم که حساس باشد تمایل دارد آنچه را که مأیوسش می کند بینش بنامد و آنچه را که به دردش نمی خورد واقعیت. این بینش اما به اندازه سایر چیزها کور است. فقط یک روشنبینی وجود دارد: پی خوشبختی رفتن. میدانم که هر چقدر هم گذرا باشد، هر چقدر هم مخاطره آمیز یا شکننده، خوشبختی برای ما دوتا مهیاست اگر دستمان را سمتش دراز کنیم. حتما، اما باید دستمان را دراز کنیم. فردا منتظرت هستم. چشم انتظار چهره نازت. امشب آنقدر خسته بودم که نمیتوانستم از این قلب به تنگ آمده که از من برده‌ای با تو حرف بزنم. چیزی هست که فقط مال ماست و جایی که همیشه بی‌مرارت به تو بپیوندم. اوقاتی هست که حرف نمیزنم. وان موقع است که به من شک میکنی. اما اینها مهم نیست. قلبم آکنده از توست. خدا حافظ عزیزم. ممنونم بابت این حرفها که این همه دلشادم کرد. ممنونم از او که دوستم دارد و دوستش دارم. با تمام توانم میبوسمت. نامه 4 آلبر کامو به ماریا. ساعت 1 صبح ژون 1944. ماریا عزیزکم، من همین الان برگشتم خانه. اصلا خوابم نمی آید و اینقدر دلم غنج می رود برای با تو بودن که آمدم پشت میزم تا با تو حرف بزنم و همینطور دارم می نویسم. جرأت نداشتم به مارسل بگویم که دلم نمی خواهد بروم و با او شامپانی بنوشم. در ضمن تو هم با یک عالمه آدم بودی. بالاخره بعد از نیم ساعت کلافه شدم چون فقط تو را می خواستم. چقدر دوستت دارم ماریا. تمام امشب تو را تماشا کنان گوش کنان به این صدایی که در خانه مارسل طنین انداخته بود و حالا دیگر هیچ چیز جایش را در قلبم نمیگیرد. متن نمایشی به ذهنم خطور کرد. دیگر نمیتوانم بخوانمش مگر اینکه از زبان تو بشنوم. راه من خوشبخت بودن با توست. سعی میکنم تصور کنم که چه کار میکنی. بهت زده از خودم میپرسم چرا اینجا نیستی؟ با خودم میگویم اگر چیزی قرار بود طبق تنها اصولی که میشناسم که همان شور عشق و زندگی است باشد، این بود که تو فردا با من به خانه برگردی و ما شبی را که با هم آغاز کرده ایم با هم تمام کنیم. اما این را میدانم که این فکری واهی است، مثل بقیه چیزهای زندگی. اما دست کم اگر ترکم کردی فراموشم نکن. چیزهایی را که روزی مفصل در خانه‌ام برایت گفتم فراموش نکن. قبل از آن که همه چیز فرو بریزد آن روز من از صمیم قلب با تو حرف زدم و دلم میخواست، خیلی میخواست که ما مال هم باشیم و همان موقع به تو گفتم که چطور باید چنین باشیم. ترکم نکن. چیزی بدتر از فراغت تصور نمی کنم. الان بدون این صورتی که تمام وجودم را منقلب می کند، بدون این صدا و بدون این تنی که باید کنارم می بود چه کنم؟ تازه اینها آن چیزی نبود که امروز می خواستم به تو بگویم، بلکه تمام فکر امشبم بودن تو و تمنای وصالم به تو بود. شب بخیر عزیزم. کاش فردا زود برسد و روزهای دیگری که تو بیشتر متعلق به من باشی تا به این نمایشنامه لعنتی. با تمام توان میبوسمت. نامه 5 آلبر کامو به ماریا. ساعت 16 ژون 1944. ماریا عزیزکم، نمیدانم آیا به فکرت میرسد به من تلفن کنی یا نه و در این ساعت نمیدانم کجا پیدایت کنم. هرچند حرف خاصی ندارم بزنم به جز این موجی که از دیروز پیچ و تابم میدهد و این نیازی که به عشق و اعتمادت دارم. انگار مدت هاست که برایت ننوشتم. اگر این نامه پنو را امشب موقع برگشتن به خانه دریافت کردی به من تلفن کن. روز شنبه مرا اینجا اذیت نبر. تمام این روزها از صبح تا شب به من فکر کن. در تمام دقیقه ها به خودت بگو که من پیشت ماندم.
خدا نگهدار عشق من، عشق عزیز من، مثل دیروز تو را میبوسم. نامه ششم. آلبر کامو به ماریا. ساعت 14 شنبه اول ژوئیه 1944. ماریا عزیزکم، سفر خوب بود و بدون حادثه بود. ساعت 7:20 راه افتادیم و تا ساعت 9 راندیم. بعد 7 کیلومتر پیاده رفتیم تا از گاراژ واگن‌ها که شب قبل بمباران شده بود بگذریم. ساعت 11 دوباره قطار گرفتیم تا ظهر. 2 ساعت در مو علاف شدیم چون باید قطار دیگری می گرفتیم. 3 رو به بعد از تعویض مجدد ساعت 5 عصر رسیدیم. خسته بودم مثل سگی لنگ، اما خوشحال بودم که بالاخره تمام شده بود. به من خانه‌ای دادن که باغچه‌ای جلویش در سال 1940 بمباران شده بود، اما بقیه خانه قابل سکونت بود. خانه غبارپوش شده بود و 48 ساعت وقت برد تا توانستم با کمک زن شریفی اهل آن محل درستش کنم. از شرح ماوقع بگذریم. اینجا دره کوچکی است که با 2 نشیبش از مزارع و درختان معمولی پوشیده شده است. هوا خنک است. سر و صدای آب هست و عطر علف، گاوها، چند کودک زیبا و آواز پرندگان. کمی بالا که می رویم به فلاتهای فراخ می رسیم که آنجا آدم بهتر نفس می کشد. روستا، چند تا خانه و اهالی شریف. درباره خانه، پنهان میان باغی بسیار بزرگ پر از درختان و بازمانده های گل رز امسال. البته این رزها سرخ نیستند. خانه در سایه‌گاه کلیسای قدیمی است و بالا دست باغ مرتعی آفتابگیر دارد. درست زیر نیمتاق‌های کلیسا می شود آنجا حسابی آفتاب گرفت. دارم برای خودم یک اتاق و یک دفتر کار در طبقه اول دست و پا می کنم. هر وقت تمام شد برایت تعریف می کنم. فکر می کنم حداقل میشل با من یک جا ساکن شود. پیر و ژانین قطعاً جای دیگری خواهند خوابید. بی‌صبرانه منتظرم که از راه برسن و درباره همه این چیزها تصمیم بگیرن و به خصوص به این خاطر منتظرم که امیدوارم از احوال تو برایم خبر بیاورن. و بیشتر از این کتاب زیبا در اختیار من نیست. امیدوارم از آنچه که برای شما خوندم خیلی خیلی خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. اگر از این کتاب خوشتون میاد حتما برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.